گلنگ گلنگ آیولنگ آیمان ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه. اینه آی برهم نگاه بزنه نمای بزنه ای مفته کنه کل دادیم بالی رمضان هم میکنم شکره با هم تو خودی نبرفته بودی من تا مکتب بیامدم فرده که نبرفته بودیم با بانگاه نگاه میکنم مترگرد میسوندم مچم میگه تو مچم چیکار فلان نیتم رمضان میگم متر چند خریدیم میگه بی قیمت نمیارزه دیگه حالا تو خودی کلی گنده خواهم گفت میزنی میگه هرچی پول بدی آش میخوری چی بدی؟ هرچی پول بدی آش میخوری هرچی پول بدی آش میخوری؟ یعنی هرچی پول بیشتر بدی متر بسونی خب ما کم پولی دادیم بالی از این متر این متر به کجایه؟ نمیفهم امیت خودی مگه مزرعه ما رو بگیر منو دیوار بزنه فقط میگی مفته سوندیم رمضان آخی ما لک و 30,000 پول دادیم بالی از این متر این متر نیه که به قیمت بیارزه دیگه هرچی پول بدی آش میخوری میارم چی میاری؟ چی؟ نداره چی میاری؟ آش چی؟ آش ها نانیم پاک بخوره یا یا بکنم الا خونه ما نمیگم کاشی های مطاله تو نمیگی مثل آش که نمازون دوماد همی آشاش یاد داره که هرچی میگه هرچی پی بدی آش بخیری مثل این متر 2 لک هم هسته اما هرچی میگه هرچی پی بدی آش بخیری و تو نخوردی آش آی زبون مساله تو چه نمیفهمی بگم اینو چاشتم کاشتیشتیم تو دیشتیم نگه خب بخوردم نگه ما بگفتم که برو آش بیار اومد تو میگی آش بیار من چم آش بیار رد گپ بده حیف این پولا که بالا این متر بده حیف این پولا و این بدون در که خود نمیدونم طرف آدم ها قسم برفتن چی بیار ایسه ما گپ ازاش میزنیم میرفت خودت میگی خودت ما بگفتم که برو دیگه بیار کاش بخوریم در دل خیلی دلی تو من نمیفهمم دست نزدیک چه کار کنم هیچی نمیفهمم دیوانه کردم چیه؟ بابا جان یارمه تو به هم کاری که کار نداری چی کرده؟ به کدی کار؟ به همین کاری که تو بری جلوش موتری بخری به خسور خو؟ ها ما دوماد اینایم به کار اینا کار ندارم من بچه همون خونه هم آخه بچه همون خونه ای حالا این موتر بخریده هی تو که تو قرمه میدم چی تا قرمه میگم؟ این مچون نمیاد و مچون هیچ چه کار بابا هر چی پول بده می زراش میخوری موتر به 5 لک هم هسته به 10 لک هم هسته به 20 لک هم هسته به 60-70 هزار افغانی هم هسته به لک و 30,000 موتر از او بیتر بزینا میدم خود چرا همین گپا خور میگم میگم نگاه بابا خوبم بکنیم خوبر میگم بعدم بکنیم بعدم میگم بابا جان تو که تو قرمه از اینا مردیونه کرده من اول به من بگفتم که 1 هفته به جون من که یک موتر میفهمیم بریم بانگا بستونیم گفتم خوبه خسور ما گیلکن خودیم برفتیم اینجا با خسور گفتم کاکا خسور سه کنیم هر چی پول بدیم همه زواش میخوریم ازم 60-70 هزار موتر به جی گرفته تا به 20-30-40 لک بیپه موتره شما به اندازه پولا خو موتر مایم گفتم ها لک و 30,000 ریپه بزونا موتر سیفت سیاه بستندم باز حال با کی زیر سر دار بالا کرده همون خسور تو دگم موتر سوار شده و نشده بالاخره موتر بخریدم حال از این به بعد سوار میشم با من میرم به خونه ناسه کنم پرسان میکنم که کی گپ به زینا گفته انال برو تو که تو خورمای نارنگوش کشته من به کار ندارم همین تری سفیدیا بکن انال برو همین تو که تو خورمای نارنگوش کشته گپای نارن خودتو گوشه نمیگم بابا من میرم به سرای اینا پرسان ما میکنم دیگه نمیتونم گوش کشم این شادی و این فساد پیشگی ها را آورد و باجی من نورالله کرده بس باشه کی نه دیگه بخیلی داره تو خاله مایا
بابا من نمیفهم اکثر میگم بابا پول هر چی بده من دلاش میخوری من تکا به تو بیشتر نمیدم موتره اصلا نیکی نمونده حاله بیا دیگه کجی بیا دومان خوب بگی بیا یادم همه لغت ملیت شده بابا بیا دومان خوب بگی بیا مرگم افاجه همی چی بگم دیگه لا بلا بابا من دستا خون نمیزنم بیا دومان خوب بگی بیا خورا اینا میخره و کفاش نیه خوار نداره بیا دیگه بیا داره بابا بیا تو بیا بگی دومان خوب بیا او نکی که اونو تخمیه و چیه؟ او تخمیه او به تخم نگاه کنی دومان خوب بگی دومان خوب بدیم بابا تا مشتامه بدر نرزه نمیده بابا مدر بگو خود در 2 کیلویی بچینیم بیاره که چاش بار کن خب سلام علیکم مندرم باشی کاکا خسرو و علیکم سلام جور باشی نیرولاشتنی چی عجب از ما اول میگیری چه خیلیات بخیره جان شما جوره شکر الحمدلله بمیه بچینیم بمیه چه کار میکنی با بمیه میچینی کاکا خسرو چکار کنه دیگه بابیه میچینی دیگه عجیب. خونه با خبر شده موتر خریدیم ها شیر مادر خدا موتاری بخریدیم سویست سیاه گردن بدیدم خوشکدی آه تک شما هم تعریف میکنیم تو امنیه بدیدم اشتنیه یک گفا شما نمیزنید جما شیرینی های کجای کاکا خسرو شیرینی های تهرهای بخیر نیه شیرینی هم این به تره چنده بخریدین این به لعک و سیازو چندی لعک و سیازو اوه بیلا کی به شما بخریده این دوماد ما رمزون نگو ما شما یک چیزی پرسان کنم دومات ما رمضان باجه ما آه تو عقل با موتر میکشه ایشه خوشی ما به ما بگفتن تک باجه تو برات خود خسر خبر تو موتر خریده امروز که ما موتر سه کدام این موتر به قیمت نمیارزه کاکا خسرو یا چند نمیارزه این خونی پر از که به قول ظلم کنیم یک یعنی 30,000 گرون خریده بله که به قول به شما پول اثر شما به سر رفته باشه لک و 10,000 خونی آخر از اینه یک مثلا اگری نشینی که هرچی پول بدی آش میخوری من اندازه پول که داشت اندازه پول خود خریدم خب میرا تو بخو فرقو نمیخریدیم که از این موتر بیتر بود خب بگردم کم کو او موتر کات او به درد شما نمیخوره شما موتر داری نکردیم عمر خود به داخل موتر کردون شما واقعی شما می آمدیم مر به جلوی خونه کنید میرو یک موتر به شما میخریدیم که لاقل یک سال سواری میکنیم یعنی تو خیلی رمضان فهمیده تری آقا خسرو ما عمر خود موتربونی کردم شما با من میگم تو نمیفهمی نگو 20 سال که میشه تو مدمن نمیای خب من 20 سال من ندیدم یک سکیل سوار شی آقا خسرو شما یک گپا میزنیم اگه خود کنید شما رفیقام که بوده بکش می رفیقاتی بوده کسا که تو موترون شدی خب چی مکنه از گوش کتیر کردم ما به خدا دل میسوزه با شما اختیار من ندارم میسای کنی رو لا من به تو میگم که هرچی پول بدی آش میخوری بله حتی ماش هم میخوریم گاهی وقتا